وصیت پنجم، فضیلت سجده کردن برای خدا. از معدان پسر ابو طلحه رضی الله تعالی عنه روایت است که ثوبان مولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم را واخوردم و گفتم مرا از عمل خبر نما که چون آن را انجام دادم داخل جنتم نماید. یا گفت از عملی که خدا دوستش می دارد. ثوبان سکوت نمود. سپس دوباره پرسیدم و سکوت نمود. باری سیوم پرسیدم و ثوبان در جواب گفت این سؤال را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو بسیار سجده نما، زیرا هرگاه خدا را یک سجده نمایی با آن یک درجه تو را می بردارد و یک خطای تو را می بخشد. روایت مسلم و ترمذی. در این باب از عباده پسر صامت رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است هر بنده که خدا را یک سجده نماید خداوند برایش به آن یک نیکی بنویسد و یک گناهش را می بخشد و یک درجه عطا نماید. پس سجده را بسیار نمایید. روایت ابن ماجه. از حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است دوست داشته ترین حالت بنده نزد خداوند آن است که او را در سجده بیند که رویش را در خاک گذاشته است. روایت طبرانی.